سلام بچه ها، خوش اومدین به کانال یوتیوب من. فارا هستم، استرالیا زندگی میکنم، ملبورن، و امروز اومدم براتون اینو آنباکس کنم. داخلش چی دارم؟ یه سری وسایل آرایشی که از وبسایت آنلاین شاپ شین خریدم که خب خیلی قیمتش ارزون بود، چون که دیدم که یه سری بلاگرها میگفتن این خوبه، این رژ لب خوبه از شین. بعد اولش که میخواستم سفارش بدم گفتم خب این که خیلی ارزونه، فکر نکنم خوب باشه، ولی حالا بذار سفارشش بدم. سفارش دادم و یه 2-3 هفته همینجوری مونده. میخواستم بیام جلوی شما امتحان کنم ببینیم چه جوریه. و خب یه سری وسایل آرایشی بهداشتی دیگه که من خیلیاشو به طور مداوم استفاده کردم و وقتی تموم شده 2 مرتبه سفارش دادم، اونقدر ازش راضی بودم. اصلا حکم تبلیغ نداره، فقط دوست داشتم که بیام به شما اینا رو معرفی کنم و یه ثوابی هم برده باشم. برین از اینا بخرین، استفاده کنین و خب ببینین که چقدر خوب بودن. اول از همه بریم سراغ محصولات شین. این بگه، حتی پلاستیکاش هم باز نکردم. من یه زیرسازی کردم، کرم پودر و اینا رو زدم، ولی رژگونه و اینا نه، به خاطر اینکه این وسایل همشون رژگونه و اینا. اول بریم سراغ برانزر و رژگونه. این سه تا، یکیش برانزره و 2 تای دیگه رژگونه. از برانزر شروع میکنم. رنگ وارم هانی، برانزر مایه است. چقدرم که پکیجینگش خوشگله. لامصب شیگلم، مارک لوازم آرایشی شین، شیگلمه. اینجوریه. پیشونی و یه چند تا نقطه اینجا بین براش. بچه ها خوب بلند میشه لامصب، چقدر خوشگله. واقعا نمیدونم که مثلا حالا چه موادی توش استفاده کردن که این همه ارزونه، ولی مثلا مقایسه میکنم. این یه دونه برانزریه که من دارم که از این استیکیاست، از برند نود استیکس. اینو من فکر میکنم $35 $40 اینا خریدم که خب دیگه هم داره تموم میشه. من قیمت هر دو رو زیرنویس میکنم واسهتون، همین نود استیکس هم مال شیگلم، همینی که دارم میزنم. ببینیم تفاوت قیمتشون چجوریه. ولی این که ظاهرا خیلی خوبه، خیلی هم خوب داره بلند میشه. یه رنگ انگار سانکیست به قول این خارجی‌ها میده به صورت. توناژ مثلا نارنجی اینا داره که میشه با عنوان رژگونه هم استفاده کرد، ولی به نظر من این وارم هانی جا داشت که یکم تیره تر بشه رنگش، یکم به قهوه‌ای بره. خب این از برانزرش راضی بودم. میریم سراغ رژگونه. رنگ اینم لاف کیک. این لاف کیک رو فکر میکنم شاید دیده باشین، خیلی توی ایران ترند شده، یعنی همه جای دنیا. و حتی زن کریستیان رونالدو، آره اگه اشتباه نکنم، جورجینا اومده برای این رژگونه شیگلم تبلیغ کرده یا گفته بود از این استفاده میکنم، خاطرم نیست درست. چه صورتیه قشنگه. صدام هم گرفته از حساسیت. این یکی میخوام اون روز ریچوال بزنم، اون یکی رنگ. چجوریه؟ وای چقدر قشنگه، چقدر کیوته، خیلی بامزه است. احساس میکنم بذارم براق انگار. حالا بذاریم این یکی رو بزنم. آقا این شین ازش لباس هم سفارش میدم sometimes، حتی لباس زیر و این چیزا. یه سری از لباسایی که داره خیلی بیخودی هن، خیلی یعنی آشغالن قشنگ، ولی خب یه سریش هم هست که خیلی با کیفیت و خیلی خوبن. مثلا من یه دامنی هست که میپوشم که چاک چپ داره، قسمت چپش چاک داره، چاکش کجه، مثلا اونو من از شین خریدم. یه کیف دارم که از شین خریدم، خیلی شما پرسیده بودین که از کجا گرفتی، که یه گل روزه سفیده، اونو من هر جا رفتم کامپلیمنت گرفتم، یعنی مثلا همون واو از کجا خیلی چقدر قشنگه. اینا حتی دامنم ازم پرسیدن. چیزای این شکلی هم داره که بعد ریویوش هم بخونین که خب البته ریویوش هم خالی از لطف نیست، خیلی خنده دارن و اینا بعضیاش، عکسایی که مردم گذاشتن. یه سری وسیله‌های خونه داره، اونم خیلی باحالن. این رنگ روز ریچواله. این یکم پینکی تر بود، لاف کیک این نارنجی تره. چقدر قشنگ روی پوست فید میشه. من بیشتر فن لاف کیکم. اگه که بیارم نزدیک ببینین
ولی یه برقی میده به پوست، یه شاینی میده، فرش میکنه لوک آدم و صورت آدمون. قبل از اینکه بریم روژا رو امتحان کنیم میخوام این پودر فیکسشون رو امتحان کنم باهاتون که اسمش بابلگامه، اسم رنگش جورایی فیکساتوره، مثل پودر بیکه. اینم دیدم خیلی ترند شده، شیکلم، رنگ بابلگام. چقدر پکیجینگاش واقعا خوشگل و خفنه، همه شینگر، توقع نداشتم واقعا. من پودر بیک هدا بیوتی دارم، رنگ پاوند کیک و خیلی باهاش هپیم. یعنی این عضو جدا نشدنی لوازم آرایش منه، هر جا برم با خودم میبرم. اینو که دیدم خیلی همه راضیان ازش. بذار ببینیم. این یه حالتی انگار هم پنکیکه، چون که یه پودر کامپکت پاودر داره، یه پودر فشرده داره، هم لوز پاودر. از این پودر فشردهش بزنم که شبیه پنکیکه. صورت رو این روزی رنگ میکنه، مثلا حالت فرش و صورتی رنگ میده مثلا به صورت. لوز پاودرش رو امتحان کنم ببینم این چجوریه. حالا برای اینکه بخوام بگم که این بهتره یا مال هدا بیوتی، من خب مثلا باید برم الان یه پارتی جایی مثلا کلی بزن و برقص کنم تا مثلا ببینم که مثلا صورتم عرق میکنه نمیکنه، آرایشم همینجوری فیکس میمونه سر جاش یا نه، مثلا جواب میده یا نه. انگار صورت یه ذره باربی فیس میکنه از لحاظ رنگ. همینم تعریفش زیاد شنیدم دیگه از بیوتی بلاگرها. این تا اینجای کار رنگش قشنگه، خیلی حالت کیکی و اینا نداد به صورتم، ولی بازم همین تعریفش شنیدم. بلاگرایی که نقدش کرده بودن گفته بودن خوبه. قسمت مهم ماجرا رژ لباش که چقدر تعریف شنیدم. این از یه مدل ستا، این دوتا هم از یه مدل دیگه. این رنگ دیپ کارامله، دوو نوشته، یعنی هم خط لبه هم رژ لبه. الانم که خط لب قهوه‌ای چقدر ترند شده. دوست دارم خیلی پر رنگ بکشم، احساس می‌کنم قیافه رو شبیه معتادا میکنه. خاطر همین یکم فیدش میکنم و بعد از رژ لبش میزنم. چقدر رنگش هاته، نه قهوه‌ایه نه نارنجیه نه نوده. نمیدونم هم حالا اینو دوامش چجوریه. مدلش یکسانه با این، رنگش سافت چای. پاک کنم قبلیو. اینم همونجوری دوه، یعنی هم خط لبه هم رژ لب. اینم خیلی قشنگه، رنگ اینم دوست دارم. من اکستنشنمو برداشتم، اکستنشن موهامو، بعد از اون موقع که برداشتم انقدر حس بدی دارم. دیدین من اکستنشن موژه میکنه بعدن برمیداره، مثلا یه حس بدی داره. الان اکستنشن موهام همونطور. البته رنگای نود و این چیزاست دیگه، اگه که دوست داشته باشین. بعضیا مثلا بیشتر حالا رنگای صورتی و قرمز و این چیزا دوست دارن، ولی من همه رنگی دوست دارم. من کلا خیلی رژ لبیم، خیلی رژ لب دوست دارم. خب اینم پاک کردیم، بریم سراغ این سه تا رنگ سری. اسم این رنگ ماهگونی ماجیکه، مدادیه. بعد باید فشار بدین، هی بزنین تا بیاد بالا. باری کلا شین. چقدر براقه، خیلی خوشگله. لیپ پلامه، گفته مثل این که لبو پلام میکنه، بزرگ میکنه. حالا اینو دیگه دوامشو نمیدونم ولی که میخوام باز کنم سپیاکیسه رنگش. چه اسمایی؟ این براقه فکر نمی کنم دوامی داشته، بخاطر اینکه الان راحت پاک شد. سپیاکیس به نظر من خیلی رنگای قشنگی داره، لبو درشتر نشون میده و حالت گلاسیه. و رنگ آخر پینک فلامینگو، خیلی خوشگله. نمیدونم توی دوربین معلومه یا نه. حالت لیپ گلاس دارن ولی خب قیمتاشون خیلی مثلا عجیبه. $2 اینجا مثلا قیمتاشون ارزون میفته. نمیدونم آنلاین شاپای توی ایران تا بیاد برسه دستشون چند تا واسطه و اینا، من دیدم که قیمتاشون خیلی گرونه. ولی اگه که مثلا خود استرالیا یا مثلا آمریکا اینا هستین اوردر بدین سفارش بدین، به نظر من خیلی ارزششو داره. اینا از همش بیشتر دوست داشتم. پینک فلامینگو خیلی قشنگه. این از وسایل شین. رژگوناشو خیلی دوست داشتم، مثلا
مثلا رنگ لاف کیکش که خیلی عروسکی بود، ستینگ پاودرش، همین پودر بیکش خیلی رنگ قشنگی داد، رنگ صورتی فرش داد به صورتم. برانزرش که رنگ سافت هانی بود خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بلند شد روی پوستم. رژ لباشم که حالا این لیپ گلاساش که خیلی قشنگ بودن، اون یکی هم که دوو بودن که خط لب بود و رژ لب بود، اونا هم خیلی خوب بودن. دوست داشتم رنگاشونو و من خوب به نسبت قیمت مقایسه میکنم و قیمتی که برای برندهای دیگه بیرونه. خیلی دیدم که کرم پودرش هم دارن بلاگرها میگن خوبه، پرایمرش رو دیدم میگن خیلی خوبه، ریملش رو جدیدن دیدم میگن خوبه برای برند شیگلن که یعنی همون برای آنلاین شاپ شینه. احتمالاً اونم سفارش بدم بیام جلوتو آنباکس کنم ببینیم چه جوریه. بریم سر بقیه وسایل تون. من براتون بگم وقت ویدیوم داره تموم میشه. 3 تا ضد آفتابی که من هی میخرم و هی سفارش میدم بعد که تموم میشه. اول از همه بگم که اینو جدیدن دوستان به معرفی کرده، گفت خیلی خوبه. TBH اگه توی استرالیا هستین میتونین از پرایس لاین بخرین. توی آف من فکر میکنم خریدم $29. دوتاشو خریده بود $39، ببخشید $18 فکر میکنم اینو خریدم. امروز ازش استفاده کردم، خیلی خوب بود، خیلی سبک بود، یعنی قشنگ روی پوستم اینجوری خیلی راحت خوابید، عالی بود، چرب و اینا هم نبود. من خیلی ضد آفتاب میخرم ولی خیلی ضد آفتاب استفاده نمیکنم متاسفانه. خیلی ایراد بدیه که من دارم، ولی خب بعد یه ذره مقیدتر باشم به ضد آفتاب، مثلا اینجا توی آفتاب استرالیا. این 3 تا ضد آفتاب میخوام بهتون بگم خیلی خوبن. این به تجربه دوستم گفت خیلی خوبه از پرایس لاین. این ایزیدین که تو ایران خیلی معروفه، خیلی پرفروشه. و یه دونم این گارنیر، اینو من آنلاین خریدم. ایزیدینم آنلاین خریدم از کیر بیوتی فکر میکنم. ایزیدین رنگیه که خب برای روزایی که حالا میخوان یه رنگی پوستتون بگیره یا یکم مثلا جای جوش و اینا رو کاور کنه خیلی خوبه و SPFش هم 50. این هم گارنیره که این رنگی نیستش، بدون رنگه که خب من ضد آفتاب بدون رنگ رو بیشتر ترجیح میدم. و این درمالوژیکا، این دومین جعبه‌ایه که من میخرم از برند درمالوژیکا. روش نوشته دیگه دیلی ماکروفولینت، حالت اسکراب روزانه داره. ولی پوست من روزانه زیاد بود، احساس کردم پوستمو نازک کرده. ولی مثلا 2 بار در هفته، 3 بار در هفته شب که صورتتون رو میشورین یه ذره از این میریزین کف دستتون رو خیس میکنین، میریزین کف دستتون اینجوری میکشین که کف کنه و صورتتون رو آروم آروم باش تمیز میکنین. ببین خیلی خوبه، خیلی پوست اصلا گلویی میکنه بعد از یه مدت و تمام کثیفی‌های پوست رو تمیز میکنه و داخلش هم این شکلیه. اگه میخواین ببینین درمالوژیکا. محصول بعدی که میخوام معرفیش کنم واسهتون این K18. همونطور که میبینین یه دونه تموم شده، یه دونه دیگه سفارش دادم، دارم همچنان استفاده میکنم. این K18 یک کرمیه خب که شما وقتی دوش میگیرین برای موهای آسیب دیده خیلی خوبه، موهایی که موخوره داره، موهایی که شکننده است. وقتی دوش میگیرین فقط شامپو میکنین سرتون، نه کاندیشنر میزنین نه ماسک میزنین، هیچی. و همونطور که اومدین بیرون موهاتون وقتی هنوز نم داره از این میزنین کف دستتون، میکشین و همون میمونین به موهاتون. 4 دقیقه صبر میکنین تا این اکتیو بشه و موهاتون وقتی که دارین شونه میکشین بعد از 4 دقیقه موهاتون نرمه و تا 4 دفعه که همون میکنین موهاتون رو میشورین، بعدش که اومدین اینو بعد استفاده کنین 4 الی 5 دفعه و معجزه میکنه، مو رو قشنگ ترمیم میکنه. مثلا برای موهایی که مثلا دکولوره کردن و اینا خیلی خوبه. مو رو پایینش سالم میکنه، حداقل نمیذاره که مثلا پایینش مو خوره بشه. دیگه اینم که دیگه باهاش آشنا هستین دیگه، نیاسیناماید مال برند اوردینری 3-4 که دارم سفارش میدم. برای جای جوش خوبه، برای خود اکنی و جوش و اینا خوبه، برای منافذ باز خوبه. شبا میتونین استفاده کنین و روش هم کرم مرطوب کننده بزنین که این لاک بشه داخل پوستتون. آها این کراستاز الیکسر اویلش که نامبر 1 هم شده و کلی جایزه و اوارد و اینا برده. یعنی مو حالت سیلیکونی داره، یعنی اصلا مو رو چرب نمیکنه و خیلی بوی خوبی میده. همونطور که میبینین یه دونه من تمام کردم، یه دونه دیگه هم سفارش دادم داره میاد و این خیلی خوبه، د بست برای موهایی که آسیب دیده است و 2 مرتبه دکولوره کردن و اینا. ولی برای موهایی هم که دکولوره نکردن خب شاینی ترش میکنه و سالم ترش میکنه. دیدین که خیلی میگن که ویتامین سی حتما داشته باشین توی روتین پوستیتون. من اینا رو اومدم بهتون معرفی کردم به خاطر اینکه همیشه به من میگین که فارا جون روتین پوستی چیا استفاده میکنی و اینا. من اینو بگم که من خیلی آدمی نیستم که مقید باشم به ضد آفتاب به روتین پوستیم. خیلی این عادت بدیه. حتی خیلی وقتی که آرایش میکنم در طول روز بعضی شبا تنبلی میکنم که صورتمو
بشورم. ولی خب پوستم بدک نیست، نمیتونم بگم پوستم پرفکته ولی پوستم اوکیه. و اینم بهتون بگم که من از اینایی بودم که وقتی تینیجر بودم، نوجوان بودم، پوستم اکنیای خیلی گنده میزد که درد میکرد. که یادم یه بار دوستم که دبیرستان بودیم برگشت بهم گفتش که حالا تو عالم بچگی و این چیزا، برگشت بهم گفتش که به پیشونیت که نگاه میکنم حالم به هم میخوره یا حالم بد میشه اونقدر که جوشای گنده داری. من زمان کنکور جوشای عصبی و استرسی میزدم که درد میکرد قلمبه که خب اون زمان من رواکوتان استفاده میکردم و حتی رواکوتان رو 6 7 سال پیشم 2 مرتبه استفاده، نه 6 7 سال چیه بابا، 3 4 سال پیش 2 مرتبه رواکوتان استفاده کردم زمانی که کووید شد و مجبور شدیم ماسک بزنیم و اینا. تموم اینجای من فک من افتضاح شد از جوش و من مجبور شدم 2 مرتبه برگردم به رواکوتان. بگذاریم این ویتامین سی رو خریدم که خب خیلی هم میگن معروفه و خیلی هم ریویوهای خوبی داره و منم ازش استفاده میکنم. برند اسکینیسوتیکالز زده تریپل آنتی اکسیدان تریتمنت، یعنی 3 برابر داخلش آنتی اکسیدان هست. یه چیزی که بهتون بگم، من یه کرم مرطوب کننده هم خریدم از برند تالگو که 24 ساعت هایدریشن داره و صورتو مرطوب نگه میداره، ولی احساس میکنم برای پوست من یکم زیادی ریچه، خیلی غنیه، یه ذره چربم نیست ولی احساس میکنم که هم سنگینه. به نظر من برای پوستای خشک این خوبه. حالا اگه پوست خشکی داریم این خیلی خوبه اگه میخواین که ازش بخریم. و خب چند وقتیه که من اونقدر راجب چه میدونم رتینول شنیدم که میگن که رتینول استفاده کنین، اینو وارد روتین پوستیتون کنین و اینا و حالت جوانساز داره، برای چروک خوبه، پوستو شفاف میکنه. من رتینول رو کم کم وارد روتین پوستیم کردم. رتینول همون ویتامین آ، این دور چشمشه، اینم برای پوستمه. میبینید سایز خیلی کوچیکه، اندازه 1 انگشته. گفتم ببینم چه جوریه و اولش مثلا یک شب در میون زدم، بعد دیدم تو ماچه، انگار پوستم حساس شده بود و پوستم یکم قرمزی داده بود که دیگه کردمش مثلا هفته‌ای 1 بار. ولی الان شروع کردم 2 مرتبه مثلا کردم هفته‌ای 2 بار و میبینم پوستم میتونه تحمل کنه. به خاطر همین باید کم کم وارد روتین پوستیتون کنین و یه ذره زیادش کنین. اینکه میگین که این همه استفاده میکنی، ویتامین سی استفاده میکنی، نمیدونم رتینول استفاده میکنی، اثرش رو میبینی یا نه. خب میگم پوست من پوستی نیستش که مثلا بگم که خب حالا خیلی لک و پک دارم یا خیلی جوش دارم یا اثرش رو دیدم یا این چیزا. و از اونجایی هم که من به طور مداوم استفاده نمی‌کنم نمیتونم بهتون بگم که آره حتما بخرین استفاده کنین. ولی این چیزیه که دیگه همه دکترای پوستی این روزا میگن، بلاگرای پوستی میگن، همه میگن که روتین پوستی داشته باشین، رتینول داشته باشین توی رژیم پوستیتون، روتین پوستیتون، مرطوب کننده داشته باشین، ویتامین سی داشته باشین، ضد آفتاب بزنین و خب 100% اثرش رو میبینین اگه به طور مداوم استفاده کنین و مثل من بد عادت نباشین. و همین دیگه. این چیزاییه که من دارم استفاده میکنم، چیزاییه که بعضیشون رو برای بار دوم سوم سفارش دادم و من فکر میکنم که دیگه داخل این باکسمون چیز خاصی نباشه. 2000 years later. صبح بخیر بچه ها، امروز روز شنبه است. ما با دوستامون قرار گذاشتیم بریم اسب سواری. امروز برای اولین باره من میخوام سوار اسب بشم، بریم ببینیم چجوریه. چند وقت پیش بود که با 16 نفر از بچه‌ها تصمیم گرفتیم بریم اسب سواری اطراف ملبورن. 2 تا آپشن داشتن، یه دونه اسب سواری از بین کوه و در و دشت، یه دونه آپشن اسب سواری از کنار دریا توی ساحل. خلاصه تصمیم بر این شد که آپشن اسب سواری بین کوه و در و دشت رو انتخاب کنیم. خیلی باحال بود، حالا توی ادامه ویدیو میبینین حتما. اوایلش یکم سخت بود، در حد 1 رو 20 دقیقه اول، به خاطر اینکه یادتون میدن مثلا وقتی که اسب توی سرازیری داره میره خودتون رو به سمت عقب بکشین، یا وقتی که داره توی سربالایی میره یکم بیاین به سمت جلو. بچه ها این فرمه رو بهمون دادن پر کنیم. اگه آسیب جسمی دیدیم یا مثلا سایکولوژیکال اینجری، مثلا آسیب، مثلا اگه آسیب روانی، حالا نمیدونم اسب سواری چجوری قراره آسیب روانی بده یا مثلا بمیرین و اینا، مسئولیتش با خودتونه. سلام. چطوری خوبه؟ خوشم. No, you said first time, wasn't it? Oh yeah, this one is good. Yeah. Okay, let's go. Not wobbling. Yeah, that's good. خودشون سایز میکنن و میدن بهتون.
so fabulous. چه اسبی، اسب حیوان نجیب. Fabulous. Fabulous. Girl, you're so fabulous. You put a tingle in my spine, baby, I want you, babe. Everything when I do, girl, not for you, babe. You won't kill somebody. The way you whining the body. Here today, not your birthday, girl. Whine it for God. Girl, you won't kill somebody. The way you whining your body. Girl, today, not your birthday. When I'm for daddy, yeah. The smile is in your hair. The way you party with your friends, girl. Is it those shoes or that dress? All the makeup on your face, so fabulous. Oh, you're so fabulous. 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 Girl, you're so fabulous. If you misbehave, girl, I don't mind. Other girls jealous, girl, you too fine. I go follow you. خیلی تجربه باحالیه بچه ها. من از اول خیلی ترسیده بودم، خیلی بد، ولی الان که مثلا یه نیم ساعت گذشته انگار که مثلا تازه عادت کردم. اسب من یه رگه های لجبازی مثل خودم داشت. اومده بود وسط راه توی این سرازیری همینجور ایستاد. هر چقدر میزدن پشت کنش که برو برو، راه نمیافتاد، همینجوری وایستاده بود. وسط راه رسیدیم به یه کلبه کوچولو موچولو. نگهمون داشتن، گفتن اینجا یه نفسی تازه کنیم، یه چای کافی بیسکویتی بخوریم و 2 مرتبه راه بیافتیم. Girl, I sing this for you. Honey, anything you want me to, baby girl, I could do. I could do. You like I see you for the first time, so fresh like fine wine. You they have me like marijuana. Girl, I'ma see you, baby, every time. That smile is in your hair, the way you party with your friends, girl. Is it those shoes or that dress? All the makeup on your face, so fabulous. So fabulous. Fabulous. That smile is in your hair, the way you party with your friends, girl. Is it those shoes or that dress? All the makeup on your face, so fabulous. Oh, you're so fabulous. Fabulous. ولی برنامه خوبی بود. مرسی واقعا، متشکرم. آقا دیکتاتور این بود، کنارش هم ایرونی هست. ایرونی کنارش بهروزه. مرسی که تا اینجا ویدیوی منو نگاه کردین. اگر که کانالمو سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنین. یا عالمه ویدیوهای هیجان انگیز تو راهه، ویدیوهای آموزشی، و اگرم که از قبل دارین منو سابسکرایب میکنین بدونین که قلب من با شماست.